باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هماغوش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخساری تو بود، ای چراغ دل من از چپ تو خاموش شدی. خانه را نور اگر بود زی رخساری تو بود، ای چراغ دل من از چپ خاموش شدی. بهار آمد نیامد بوی مادر، بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده ای تو و یک تاری سفیدی موی مادر. ای جوانی قدر پدر و مادر نمیداری، پدر و مادر خیلی بزرگ هستند. یکمین حق فرزند بالای پدرم نکی باید خودش از آن گوید گوشش، چون که یکمین سخن کودک وقتی میشنود کلمه الله اکبر باید باشه. همین اینم باید از زبان پدر شنود. امروز بعضی برادرای ما وقتی فرزنداشون ملا میکنن که از آنشون گوید، از آن خودت گو، چون که از زبان شما شنود. پسر یا دختر وقتی یکمین کلمه را میشنود از زبان پدرش باید شنود. از آن گفتن این سنت های جناب پیغمبر رو پرسیدن که چه حکمتی داره از آن گفتن؟ گفتن کودک وقتی تولد می شود باید از آن گویی تا اینکه به این کلمه الله اکبر باید اینس گیره، آموخته شود، عادت داشته باشه، آشنا باشه. دیگر حق فرزند بالای پدر باید فرزند و انسان نامی خوب بگذاره، نامهایی که اونا معنای خوب داره، نامهای کتابی. جناب پیغمبر دعا میکردن که ای پروردگار وطن منم پر برکت بگردان، پر از خوشی ها و خوبی ها، یعنی فتنه ها و بدی ها از وطن من دور بگردان. ما هم باشیم دعا کنیم خداوند وطن عزیز ما را آباد و زیبا و درخشانتر بگرداند. خداوند از این غریبی ها و از این رنج و مشقت و طعنه شنیدن و آزار دیدن و ناراحتی هایی که مختصر ماست، خداوند ما را از حیات و دور بگرداند که در وطن ما همیشه باشیم. دوستای خدا وطن را به یک چیز بسیار میارن، میگم وطن مثل مادری هست که نوعی که طفل در آغوش مادرش آرام میگیرد. اگر اهمیت داده باشه که تو دنیا شد وقتی مادر در آغوش میگیره خاموش میشود، یعنی خم میکنه. انسان هم یگانه آرامش در وطنش احساس میکنه. برادر عزیز، ما در هر جای باشیم، غریب هستیم، مسافر هستیم، مهاجر هستیم، بابای وطن ما دوست داریم. پیغمبر بزرگوار گفتن من ادرک والدی عند الکبر احدهما او کلاهما فلم یدخل الجنه. تن خواب در سر شخصیتی که خواب در بینی شخصیتی که پدر و مادر یا اینکه یک کدامی از اونها را زنده در حیات میابه، خدمت اونها را نمیکنه، دعای اونها را نمیگیره، اونها را از خودش راضی نمیگردانه. خاک در سر و بدن شخص امو جوانی که پدر و مادر آزار میدیه، پدر و مادر خفه میکنه، پدر و مادر غمگین میگردانه. آهی پدر و مادر والله قسم برادر عزیز حیاتی ترا میسوزانه، حیاتی ترا تلخ میگردانه. اون آهی که اون مادر داره ترا به بدبختی میرسانه. شیخ باید حد میزدن، دوره میزدن، باید میکشتنش برای این تهمت. اما به حکم خداوند کودک در صحبت در آمد و این شیخ از روی بددعایی مادر در بلا گرفتار شده است. پدری من گفت فلانی شیطان است، رهاش کنه، بگذارش، بگیم نیست. ببینه دعای مادر فرزند در هر بلای مبتلا میکنه. برادران عزیز، دعای مادر فرزند خار میکنه، حیات تلخ میگردانه. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار نسبت به این بزرگوارها خیلی هوشیار باشید. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرمایند رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخطهما. رضاگی الله در راضیگی پدر و مادر. برادران عزیز، قهر و غضب الله، ناراضگی الله یعنی در ناراضگی و قهر و غضب پدر و مادر. هر شخصیتی که پدر و مادر نیکی کنه، خدمت کنه، پدر و مادر دعاشون بگیره، خداوند عمری اون شخصیت زیاد میگردانه. خوشا به حال اون شخصیت. گفتن جناب پیغمبر توبا یک درختی هست در جنت و یک مکان عالی هست در جنت که جناب پیغمبر تن جای همون جوان و فرزند عباد که
برای پدر و مادرش نیکی میکنه، خدمت پدر و مادرش میکنه. در روایت دیگر میفرماید که بر آباءکم تبرکم ابناؤکم، پدر و مادرتون نیکی کنه، خدمت کنه، فرزنداتون شما را خدمت میکنن، نیکی میکنن. هر شخصیتی که در پدر و مادر خدمت کنه از فرزند میبینه، اما هر کسی که آزار داد از فرزندش میبینه. هر چی کار کردی در حق پدر و مادر، هر چی کردی با پدر، آن را ببینی از پسر. هر شخصیتی که به سوی پدر و مادرش نگاهی رحمت میکنن، نگاهی مهربانی، پدر و مادر تماشا میکنن. تماشا کردن چهره پدر و مادر، جناب پیغمبر گفتن ثوابش مثل همینه که خداوند در نامه اعمال فرزند ثواب یک حج مبرور و مقبول نوشته میکرده است. تماشای پدر و مادر عبادت است. تماشا کردن با مهربانی و خوبی به سوی پدر و مادر برای فرزند عبادت است. برادران عزیز، میگه جوان گفت که ای برادر، گفت این مادر من از روزی که از همه ماندگی است یک دعا داره، نمیدونم خداوند دعاش قبول میکنه نمیکنه. از روز از همه مانده است دعاش میگه که پروردگارا همین فرزند من رفیق موسی پیغمبر در جنت بگردان. حضرت موسی اونجا طلب کرد که رفیق جنتی من نشانم بدی. این مادر دعا داره که پروردگار فرزند من رفیق موسی پیغمبر در جنت بگردان. حضرت موسی میگه آبهای دیده من ریختن. گفتم ای جوان، خوشا به حال تو که تو به این سعادت رسیده ای. من از خداوند پرسیدم که رفیق جنتی من نشان بدی، خداوند من به نزد تو رای کرد. خوشا به حال تو که تو رفیق جنتی من هستی. یعنی که این جوان از روی دعای مادرش رفیق موسی پیغمبر در جنت گشت. ما و شما هم باشیم برادران عزیز بزرگوار، اگر دعای این بزرگوارها را بگیریم ان شاء الله که خداوند بزرگوار ما را یعنی همنشین دوستای خودش، همنشین جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنت میگردونه. رب العالمین ما را تعلیم داده است فقط خدمت و تنها نه، بعد از اون باشه دعا کو که وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بگو ای پروردگار به حال پدر و مادر من رحم کن، پدر و مادر من از رحمت و سیرا بگردان، پدر و مادر من در حفظ امان نگه بدار، پدر و مادر من از خاری آخری حیات نگه بدار. در حق پدر و مادر میگه دعای رحمت کن. اگر گذشته باشن بگو پروردگار پدر و مادر من رحمت کن، پروردگار پدر و مادر من از رحمت سیرا بگردان. نسبت به پدر مادر سوزش رنجش بالاتر است. در دور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک جوان مادر پیر داشت. مادرش 7 بار میگه در روی کتفای خودش برداشت و به زیارت خانه خدا آورد، حج دارون و گشت و برد. بعد از آن روز نزد حضرت علی آمد، نزد حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد و حضرت گفت من 7 بار مادر ما خانه خدا زیارت آوردم، خدمتش کردم، آیا حق اون ادا یافته است؟ حق اون را گرداندم؟ حقی از گردن من خلاص شده؟ حضرت میگه چی جوابش گفتن که اگر 7 بار نه، اگر 70 بار مادر تا پشت کنی حج بیاری برای یک شبه حقش گردانده نمیتونی، یک شبه حق او را ادا کرده نمیتوانی. به تعبیر شاعر میگه یک شبه آن رنج که مادر کشید بر 2 جهانش نتوان برکشید.